سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه. امروز میخوام آموزش بلینچیک بهتون بدم. بلینچیک یکی از دسرای خیلی خوشمزه روسی هستش. البته اوکراینی، اسلاوی اینا یه جورای شبیه همون پنکیک خودمونه و اینکه خیلی سریع درست میشه و خیلی هم خوشمزه است. معمولا توی جشن‌ها به خصوص تو ماسلنیتسا که پایان زمستون و آغاز بهار رو جشن میگیرن از این شیرینی درست میکنن و خیلی میخورن. به طور کلی توی صبحانه‌شون میآوردهشون این دسر رو درست میکنن همراه مربا، مرغ، قارچ درونش، یعنی این برحالت لایه‌ای داره. بعد داخلش مثلا مرغ و قارچ و اینا میریزن، گوشت میریزن و میخورن. ولی من خودم همیشه اینو ساده درست میکنم و خالی میخورم. حالا چیا لازمه واسه بلینچیک؟ اول از همه شیر نیازه براش و نمک، اینا رو گذاشتم رو میز. تخم مرغ نیازه، آرد و همچنین یک چیز شیرین. من معمولا عسل میریزم چون خیلی رابطه خوبی با شکر ندارم، شکر توش نمیریزم، ولی اگر دوست دارید میتونید توش شکرم بریزید. و وانیل هم معمولا من میریزم، حالا بعضیا نمیریزن. همین. و روغن هم خیلی نمیخواد، یعنی واقعا در حد یه قاشق غذاخوری اوکیه. همین، تموم شد. خیلی ساده، نتیجهش یه چیز خیلی خوشمزه، دسر خیلی خوشمزه میشه. بریم درستش بکنیم. بچه‌ها، من اول از همه این تخم مرغ رو چون میخوام با همزن برقی در واقع توی راحت بتونم هم بزنم و آرد میریزم، دیگه توی قابلمه این کارو انجام میدم که راحت تر باشه. حالا امروز اینجا برف باریده و من شدیداً هوای بلینچیک کردم. گفتم برم خونه سریع درست کنم و همراه شیر یا چای بخورم، انقدر که هوس کردم چون خیلی سریع درست میشه. من معمولا 3 تا یا 2 تا تخم مرغ برمیدارم با زرده. بچه‌ها میشکنیم داخل اون ظرفی که مد نظرتون هست. این از من 2 تا تخم مرغ برداشتم. 2 تا تخم مرغ. بهتره که موقعی که دارید در واقع چی میگن آماده میکنید، بهتره که شیرتون گرم باشه. ولی من چون تازه از سر کار اومدم و خستم و اینا، شیر رو همینطور نیمه ولم گذاشتم بیرون، یه ذره گرم شده، همینطوری شیر رو میریزم توش. در حد نصف لیوان اینا اوکیه توش شیر بریزید. حالا من چشمی خودم کنترل میکنم که ببینیم چقدر شیر توش میره. خب اینقدر کافیه. تو همین مرحله شما باید نمک و شکر رو هم اضافه بکنید. یک قاشق در واقع غذاخوری هم نه، کمتر نمک بهش اضافه میکنید، چون من خودم خیلی رابطه خوبی هم با نمک و اینا ندارم. و تو همین مرحله وانیل هم میتونید اضافه بکنید. همه اینا تو همین مرحله اول انجام میشه. من دفعه پیشم که درست کردم پودر کاکائو هم بهش زدم، ولی این دفعه دیگه پودر کاکائو نزدم چون یه ذره تلخ شده بود دفعه پیش. این دفعه دیگه گفتم ساده درست بکنم. فعلا آرد رو اضافه نمی‌کنیم. فعلا این موادی که نمیدونم دیده میشه یا نه، این مواد رو فعلا هم میزنیم. خودشون که درست میکنن، حالا هم با همزن برقی میشه هم زد، همین که میتونید همزن برقی نداشته باشید و با همزن دستی هم بزنید. حالا هر طور که هم میزنید به هر حال این باید خوب هم زده بشه. بعد بهش آرد اضافه میکنیم، خیلی راحت. انقدر این در واقع دسر سریع درست میشه که من اصلا میخواستم براتون خاطره تعریف کنم از بحث رجیستری. بچهای اینستاگرام خیلی آشنا هستن. من فعلا 3 قاشق آرد بهش اضافه میکنم. میخواستم درباره رجیستری صحبت کنم، داستانهایی که داشتم واسه خونه گرفتن و رجیستری و اینا، ولی انقدر سریع آماده میشه فکر کنم نمیرسم داستانمو تعریف کنم. فکر کنم چون این روشنی صدای من خوب نیاد. من فعلا 3 تا بهش آرد اضافه کردم، ولی خودتون چشمی باید ببینید که اگر میبینید هنوز خیلی رقیقه و حالت این چی میگن یه جور حالت کش و قوس توش نمیبینید، بهتره که بازم اضافه کنید بهش آرد. اینا خودشون موقعی که درست میکنن این آردو در واقع بهش اضافه میکنن، بعد هم میزنن، بعد دوباره بهش شیر اضافه میکنن. امروز شاید من دوباره بهش شیر اضافه نکنم، یعنی همون بار اولی که اضافه کردم اوکی باشه.
و من میخوام یه دور اینو الان دوباره هم بزنم ببینم غلظتش چطوره. خب تو این مرحله فکر میکنم که بازم یه ذره رقیقه. حالا من الان میخوام بهش روغن اضافه کنم. روغن نیاز نیست واقعا زیاد بخواید بهش اضافه کنید و بهش عسل اضافه میکنم. شما اگر دوست دارین میتونید بهش شکر اضافه کنید. طعمش هم هر دفعه حالا شکر که اضافه کردید میتونید بچشید خودتون ببینید که طعمش چطوره، یعنی شیرین شده، چون من خیلی شیرین نمیخورم، ولی اگر شما خیلی شیرین دوست دارید میتونید شیرین ترش درست بکنید. خلاصه من میخواستم درباره رجیستر صحبت بکنم، اینکه چقدر بعضی از قانونهای روسیه سخته و چقدر آدمو کلافه میکنه. من چند وقت پیش بالاخره یه خونه پیدا کردم که صابخونه منو رجیستر میکنه، یعنی همین خونه‌ای که توشم. حالا ما با صابخونه قرار گذاشتیم، بار اول رفتیم رجیستری رو انجام دادیم، بعد دیدیم که جواب اومد که آقا این آتکاس شده، این رد شده. چرا رد شده؟ به خاطر اینکه مشکلات فنی و سیستمی که داخل خود همون اداره انفسه بوده. دوباره گفتیم که آقا بس دوباره امتحان کنیم و بریم. بار دوم که قرار گذاشتیم و رفتیم و اینا، من رفتم تو انفسه منتظر، دیدم که صابخونه نیومد. آقا چی شد نیومد؟ داستان چیه؟ بدون هم بزنم. خب من اینو هم زدم و دوباره یه قاشق دیگه ور میدارم، طعمش رو میچشم ببینم که اونقدر که خودم میخوام شیرین هست. خوبه، من راضیم، شیرینیش خوبه. خوبه، ولی غلظتش اونطوری که من میخوام نیست. بنابراین دوباره یه آرد دیگه بهش اضافه میکنیم، یه ذره دیگه، چون باید کش و قوس پیدا کنه یه جورایی. مثلا این خیلی رقیقه. حالا این صابخونه ها رو بهتون بگم. ما پا شدیم رفتیم اونجا و من دیدم صابخونه نیومده. تماس سنگ دیدم جواب نمیده، تا اینکه 2-3 روز بعدش به من جواب داد که آقا من سکته کردم، منو بردن بیمارستان، خیلی عذرخواهی میکنم که اون روز نیومدم. من گفتم خدایا سکته این وسط چی بود؟ حالت خوبه؟ خودت خوبی؟ گفت آره من خودم خوبم، یه روز دیگه قرار میذاریم با هم دیگه میریم کارتو انجام بدیم. تا اینکه دیروز رفتیم و دوباره الان منتظر نتیجه هستیم. خلاصه میخوام بگم که آدم چقدر میتونه بدشانس باشه واقعا. خب اینو داشتم میگفتم که آدم چقدر میتونه بدشانس باشه که 100 بار برای رجیستر بخواد اپلای کنه که آقا کارش انجام بشه، در نهایت هم چه مشکلاتی پیش بیاد. و اینکه خودش آدم باید تو این مسیر رو کلا اقدام کردن برای رجیستر خیلی باید در واقع صبور باشه. خب ببینید من میخوام بیام نزدیک بهتون بس نشون بدم، ببینید چجوری باید باشه. نگاه کنید خیلی رقیق نیست، میبینید؟ البته نه اوکیه، شاید یه قاشق دیگه یه قاشق دیگه هم بهش اضافه کردم چون خیلی حال نمی کنم با این رقیق بودنش. و دوباره انجام میدیم. حالا این شد اون چیزی که من میخواستم. نگاه کنید، میبینید در این حد اوکیه، میبینید؟ کاش که میشد ببینید، میبینید داره در این حد اوکیه بچه ها. حالا همینو میذاریم 1 ربع، نه 1 ربع 10 دقیقه بمونه. خب سرش رو میذاریم 1 ربع 10 دقیقه بمونه، بعدش میریم سراغ گاز و که حالا یه جورایی سرخش کنیم. سرخ شدنی هم نیست، حالا بهتون نشون میدم چقدر روغن نیازه. بچه‌ها من از این تابه های مخصوص بلینچیک دارم، چون خیلی بلینچیک درست میکنم، از این تابه ها هم زیاد استفاده میکنم. یکم روغن میپاشم روش، تمام، همینقدر. اصلا نیاز نیستش که شما از روغن زیاد استفاده بکنید. و حتی این روغنی هم که پاشیدین روش رو اینجوری با دستمال
پخشش میکنید. یعنی کفش دقیقاً اینطوری میشه. میبینید؟ در همین حد کافیه. به نظر من یکی از دسرهای خیلی مفید و کم روغن و کم شکر و خیلی مفیده به نظرم. میزنمش روی گاز که یکم گرم بشه. بهتون الان نشون میدم که چجوری باید مواد رو بریزید توش و درستش بکنید. خب بچه ها، غلظتش رو میبینید چطوری بچه ها؟ در همین حد باید باشه غلظتش. من ور میدارم و میریزم توی تابم و اینطوری میچرخونمش. میچرخونم. آها. خب میذاریم. اینطوری نباشه که اینو گذاشتین رو گاز 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه بیایید بالا سرش. باید بالا سرش باشید. یعنی کمتر از 1 دقیقه باید برعکسش بکنید چون خیلی سریع آماده میشه. الان فکر میکنم آماده است واسه اینکه برش گردونیم. بله. ببینید چقدر راحت جدا میشه؟ دقیقاً باید رنگش همین شکلی بشه. خب بچه‌ها، این دسر ما آماده شد بالاخره. ببینید اون در واقع مقداری که آماده کرده بودم در این حد شده. یه چند تا از اینا شده. یه چند تا رو الان میخورم، یه چند تا میذارم برای فردا صبحانه. یعنی اون در واقع مقداری که تو قالب بود و بهتون نشون دادم همین قدر میشه. یکی از دوستای روسم یه چیز خیلی جالبی میگه این در واقع به بلینچیکایی که ما درست میکنیم اصلا به بعدش نمیرسه. یعنی یه طوریه که همون موقع که پشت گاز آماده میکنی بلا فاصله همونجا خودت 1 2 تا 3 تا همینجوری برمی‌داری میخوری. دقیقاً الانم که من داشتم آماده میکردم ویدیو رو قطع کردم 1 2 تا 3 تا همینجوری خوردم و چیزی نمیمونه. آخرش شاید مثلا 2 3 تا 4 تا هم نمونه آخرش. کلا ویژگی این دسرها همینه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نشد داستان اون رجیستری رو کامل براتون تعریف کنم، ولی کلا آدم گهگداری تو زندگی واقعا بد میاره و احساس میکنم که تو همین لحظه ها هستش که آدم یاد میگیره که باید مثلا صبور باشه، واسه هر چیزی قصه نخوره. چیزی که فرهنگ روسا به من یاد داد و چیز خوبی هم هست به نظر من اینه که اینا خیلی تو لحظه زندگی میکنن، برخلاف ما ایرانی‌ها که همش قصه گذشته و آینده و همش قصه همه چیزو میخوریم. اینا خیلی تو لحظه زندگی میکنن. همینی که شد که شد، میشه چیکار کرد دیگه، چیکار باید بکنم، لابد همین اتفاق باید میافتاد دیگه. میدونین چی میگم؟ خوبه گهگداری آدم انقدر خودش رو سرزنش نکنه، انقدر قصه نخوره و بگه که خب شد که شد به یه ورم. یعنی در واقع این جمله به یه ورم تو این روزا خیلی من با خودم تکرار میکنم. انقدر که مثلا تو پروسه کارهای اداری تو مهاجرت آدم به مشکل میخوره و براش مسائل مختلفی پیش میاد، این جمله به یه ورم خودش باعث آرامش اعصاب واقعا. مثلا خودم گهگداری مثلا چند روزی که درگیر کار رجیستر بودم و کارم نمیشد، وقتی می اومدم خونه اعصابم خورد بود. بعد میگفتم بگی برم، بالاخره میشه دیگه، نمیشه که نشه تا آخر، که فقط باید یکم صبر کنه آدم. همین. امیدوارم که اگر شما مهاجرید یا قصد مهاجرت دارید، قطعاً هر کدوم از شماها درگیر یه سری مسائل شدید و یا خواهید شد. ولی یادتون نره این جمله رو از من تو ذهنتون داشته باشید که هر جایی که به مشکل خوردید دیدید نمیشه و باید صبر کنید، خودتون رو قصه دار نکنید. زندگی واقعا ارزشش رو نداره. به یه جمله بسنده کنید به یه ورم و ادامه بدید مسیر رو. بالاخره میشه. هیچ وقت هیچ کاری نشد نداره، بالاخره انجام میشه اون چیزی که باید بشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اینو حتما درست کنید. خیلی کوتاه، در واقع خیلی سریع آماده میشه و خیلی هم خوشمزه است. لذت ببرید و خوش باشید. پاکا پاکا.